سلام بچه ها، تو این ویدیو دارم ماینکرافت میرم. تو این ویدیو هر چند نمیدونم، معلوم نیست هر چند ثانیه یه اتفاق خیلی عجیب میفته. ببین من خوب شدم کنار درخت اسپان شدم، ولی یه چیز بد داره که تو بایوم برفیم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه یه استک چوب گیرم اومد. لازم نیست چوب بکنم، واسه یه وسایل اولیه رو بسازم. زود میتونم پلنک بسازم. یه عالم میتونم پلنک بسازم با این کاری که کردم. زود باید بریم دایمند پیدا کنیم. ببینیم یه جادا همینقدر کافیه. یه کرفتینگ، یه چند تا استیک. 20 ثانیه گذشت. فول دایموند شدم بچه. هدف ویدیو هم دایمند همون. ببینیم اینجا غار پیدا میشه. نه 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 نه، این حقیقت نداره. بودو وای دارم میمیرم. الان 20 منو توی غار تلپورت کرد. عجب بازیه ها. برو بریم پایین. کریپر رو نگاه. جوابم ها. ببینیم چه اتفاقی میفته. بچه فکر کنم شیل دستم. آره بریم ببینیم پایین چه خبر. میتونیم دایموند پیدا کنیم یا نه. پیککس دایموندی هم خیالم راحت از نظر کرد. جونم هم خیلی کمه. اون کریپر کل جونه خیلی جو بعدی اومدن. صدا برده میاد بچه ها. منو اینجا بازی تلپورت کرد. اینجا تورچ هم داده دستم. اون چیه میبینم؟ بله دایمونده. بله به هدف بازی رسیدیم. یوهو